از کجا بفهمیم که بدنمون دچار التهابه؟ وقتی سطح فاکتور التهاب بدن بالا باشه، این باعث میشه تو هر نقطه‌ای از بدن که قبلا دچار تخریب و آسیب شده حس درد بکنیم. پس اگر همش بیحال و خسته از خواب بیدار میشید، انرژی برای انجام هیچ کاری رو ندارید، دردهای پراکندگی مفصلی و عضلانی رو تجربه میکنید، حس میکنید که همه چیز رو دارید فراموش میکنید یا اصطلاحاً دچار مه مغزی هستید، حس ورم در زیر چشم‌ها، لب‌ها، صورت و دست‌ها رو دارید، ممکنه اصطلاحاً بدنتون وارد فاز التهابی شده باشه. و این مواردی که میگم ساده ترین کارهاییه که دقیقاً باید از همین امروز شروع به انجامشون بکنید. 1. آب بیشتر بخورید. سیگار، الکل و قلیون رو به کل کنار بذارید. به رژیم غذاییتون امگا 3، زردچوبه، سیر، توت سفید خشک و تمر هندی رو حتما اضافه کنید. حداقل 30 دقیقه در روز در هوای آزاد پیاده روی داشته باشید. غذاهای سرخ کردنی به ویژه با روغن‌های دارای نسبت امگا 6 بالاتر رو به صورت کامل حذف کنید. و در آخر با یاد گرفتن تکنیک درست نفس کشیدن، ظرفیت ریه‌هاتون رو بالاتر ببرید، چون یکی از راه‌های اصلی سم‌زدایی بدن از ریه هاست. اگر همه این نکاتی که گفتم رو با دقت رعایت بکنید، بعد از 3 هفته تغییراتی ایجاد شده در بدنتون شگفت زدتون میکنه.